الحمد لله الولي الأولى والنصير الأعلى الموجب على عباده البراءة من الكافر الأقصى والأدنى والمتوعد مواليهم بالنار وبئس المثوى، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف حتى من دماء المشركين الأرض تروى، وعلى الأصحاب والأتباع جمعنا الله بهم في جنة المأوى. أما بعد، السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 87 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه اینچنین دلیل هایی که دلالت به فرض عین بودن الولاء و البراء دلالت میکند به شما بیان میکنیم. بله، در حلقه گذشته یک چند آیات ها رو به شما ذکر کردیم. شاید 3 آیات بود ذکر کردیم که چگونه الله سبحانه و تعالی الولا و البرا را به بندگانش فرض کرده و واجب قرار داده است. حالا باشد باقی مانده آیات ها رو به شما میگیریم. بله، در این مسئله، در این موضوع الولاء و البراء، سبحان الله آیات ها به نهایت زیاد هستند. حالا ما باشد مختصرا آیات ها رو میگیریم و بعد از این احادیث و بعد از این قصه از صحابگان تا که مسئله الولاء و البراء که فراموش شده است، فهمش در بین امت اسلام به نابودی رفته است و امت اسلام در تطبیق این عبادت بزرگ که از توحید الوهیت است ضعیف شده اند، فهمو شود تا که مردم بدانند که این مسئله در حقیقت از اصول ایمان است. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره ممتحنه آیه 4: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله أكبر. همانا که برای شما ای امت اسلام اسوه حسنه است، الگوی نیکوست، نمونه نیکوست که باید به همون پیرو بشوید که در ابراهیم و آنهایی که با همراهی ابراهیم ایمان آورده بودند، صحابگان ابراهیم، دوستان ابراهیم از ایمان آوردگان برای شما الگو هستند. به آنها پیرو بشوید. در کدام عملشون؟ در الولاء و البراءشون، در کفر ورزیدن به طاغوت. چگونه که ابراهیم الولا و البرا را تطبیق کردن، کفر به طاغوت را تطبیق کردن، شما هم همان گونه تطبیق بکنید. قصه ابراهیم را بیاموزید. قصه آن مسلمان هایی که با همراهی ابراهیم علیه السلام بودند، به ابراهیم ایمان آورده بودند، بیاموزید که چیکار کردند، چی گفتند. ابراهیم به قومشان گفتند، ابراهیم و آن کسانی که با ابراهیم همراه ابراهیم از مؤمنها بودند به قومشان گفتند. قومشان که مشرک بودند یعنی به مشرکان گفتند که این براء منکم، ما براءت میکنیم از شما، و مما تعبدون من دون الله، و از همان چیزهایی که شما ای مشرکان عبادت میکنیم. یعنی هم از مشرکان براءت را اعلان کردند، هم از همون شرکهایی که مشرکان او شرکها را عبادت میکنند براءت را اعلان کردند. هم از موضع شرک، هم از خود شرک، هم از انسانهای مشرک. توحید هیچ وقت به وجود نمی آید مگرم با براءت. براءتی که از مشرکین میکنید، براءتی که از شرک میکنید. بله، هستند کسانی که میگویند که من پیروی از ملت ابراهیم میکنم، براءت از شرک میکنند اما براءت از مشرکین نمیکنند. شرک را شرک میگویند، شرک را بد میبینند، از شرک دور شده اند، شرک را کفر میدانند، اما براءت از مشرکین نکرده اند.
مشرکین را تکفیر نمی کنند، مشرکین را بد نمی بینند، نسبت مشرکین بغض و عداوت ندارند. معامله اشان با مشرک مثل معامله اشان با مؤمن است. مؤمن و مشرک را در مسئله معامله، در مسئله محبت، در مسئله دوستی برابر می شمارند. البته اینها موحد نیستند، اینها از ملت ابراهیم علیه السلام نیستند. ملت ابراهیم علیه السلام میگه که این براء منکم و مما تعبدون من دون الله، همانا که ما براءت خود را اعلام میکنیم از شما، اول از مشرکین باید اعلام بکنید و بعد از این از شرک. چرا اول از مشرکین؟ چرا اول از شرک نه و اول از مشرک؟ برای آنکه کسی که از مشرک براءت را اعلام میکند حتما که از شرک هم براءت را اعلام میکند، اما برعکس نمی شود. مثلا کسی که از شرک براءت را اعلان میکند ممکن است که از مشرک براءت را اعلان نکند. چخیلی که امروز میبینیم، امروز زیاد هستند کسانی که چخیلی که گفتیم از شرک براءت کردند اما از مشرک براءت نمیکنند. چرا که مشرک پدرش است، برادرش است، قومش است، رئیسش است، همدیهش است، هم ملتش است، هم وطنش است، دوستش است، رفیقش است. روی خاطر میکند، ملت ابراهیم را به یک طرف میگذارد، توحید را به یک طرف میگذارد، توحید الوهیت تطبیقش را به یک طرف میگذارد، دوستی و خویش و تباری غلبه میکند. پس این مسلمان نیست، براءت نکرده است. از همین جهت کسی که از مشرک براءت را اعلام کرد حتما از شرک براءت را اعلام میکرد. از همین جهت الله سبحانه و تعالی اعلام کرد که ملت ابراهیم این است که اول از مشرک، از انسانهای مشرک، از انسانهایی که مرتد است، مشرک است، کافر است، باید شما براءت را اعلام بکنید. براءت را ما بیان کردیم که براءت چیست و بعد از این از شرکش. ابراهیم علیه السلام براءت را از شرک و مشرکین، از مشرکین و شرک براءت را اعلان کردند و چی گفتند؟ کفرنا بکم. در بالای همین کلمه باید فکر کنید، تأمل نمایید. همین کلمه هست که امروز طاغوت های دنیا نمیخواهد که این کلمه را ما بگوییم. بله امروزه طاغوت هایی که در دنیا هست، در این عالم است، به نهایت از شنیدن این آیت سوره ممتحنات 4 غضبشون میاد. امروز یهود، نصارا، مشرکین، این طاغوت های مرتدین میخواند که همین آیت در قرآن نباشد، میخواند که آیت های الولا و البرا در قرآن نباشد. دین رو میگن که ما قبول داریم لیکن مسئله الولا و البرا، کفر بالطاغوت رو قبول نداریم. برای اینکه مغز دین، ذروت سنامیه دین، بالاترین درجه دین الولا و البرا است. خیلی که بالاترین درجه دین جهاد است، بالاترین درجه دین الولا و البرا است. برای اینکه بدون الولا و البرا جهاد به وجود نمیاد. یکی از نمودهای براءت این جهاد است. شما با کفر جهاد میکنید به خاطر اینکه براءت از اونها کردید. اگر براءت نداشته باشید چه جهاد میکنید؟ کسی که موالات با کفر دارد او هیچگاه جهاد نمیکند. برای همین شیخ سلیمان العلوان حفظه الله و فک اسره، محدث و علامه اهل سنت و جماعت میگویند که قسم با الله میگویند ما غلبه امون در بالای کفار همان وقت به وجود می آید، ما همان وقت غلبه می کنیم، همان وقت نصرت می یابیم، همان وقت عزیز می شویم که الولاء و البرا را تطبیق کنیم. می گوید حفظه الله که صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان بار در جنگ مقابل دشمن زیاد نبودند، همیشه کم بودند. یک بار زیاد بودند که در همون یک بار از زیادیشون عجب کردند که قریب بود که شکست بخورند، به شکست روبرو شدند. یعنی عدد مسلمان ها بسیار بودن، اصلیش خوب بودن، این سبب نصرت نیست. بله این هم یکی از سبب هاست، لیکن اساسش تطبیق کردن الولاء و البراء است. چرا ما به عزت شدیم؟ چرا ما خار و ذلیل شدیم؟ برای اینکه ما الولاء و البراء، بزرگترین عبادت، بالاترین قله درجه عبادت را که از توحید الوهیت است نداریم. ملت ابراهیم را ترک کردیم، همون ملت حنیفی که به طرف حق رفته بود، همون ملتی که الله امر کرده بود که محمد و امتش در مسئله الولاء و البراء
پیرو بکنند ما این رو ترک کردیم. امروز 1.5 میلیارد مسلمان است. ببینید که چقدر اونها الولاء و البرا دارد. شیخ ابن عقیل رحمه الله میگوید که مسلمان ها را خواهید که بسنجید و بدانید که چقدر درجه اش خوب است و در دنیا چقدر مسلمانی حقیقی وجود دارد. شما به در مسجدها نظر نکنید، به این ازدحامی که در مسجدها هست، صفایش پر است و علاجی در آمدنش نیست، پر از نمازگزار است، به این نظر نکنید که ماشاءالله مسجدها پر است، از این می‌برد که مسلمان ها زیاد است، مسلمان ها عزیز است و قوی است، حقیقی است. نه، این چنین میگند اگر حقیقتی مسلمانی حقیقی را شناخته نشدید، به این حج هم نظر نکنید که میلیون ها انسان به حج میرند و ازدحام است، بلکه میگند نظر بکنید که کدام از مسلمان ها الولاء و البرا را تطبیق میکند و کدام از مسلمان ها روبروی کفار ایستاده و توحید را ندا میکند که ما میخوایم که موحد باشیم، ما میخوایم که تطبیق حکم الله بکنیم. همون قومی که روبروی کفار ایستاده و الولاء و البرا را تطبیق میکند، عمل میکند، انمون است مسلمانی حقیقی. این سخنی یکی از علمای اهل سنت و الجماعت ابن عقیل است رحمه الله. پس شما امروز نظر بکنید به این علما، نظر بکنید به این طالب علم ها، نظر بکنید به این امت اسلام که الولا و البرا دارند، یا که خیش و تبار را بالاتر گرفتند، یا که فرزند و زن را بالاتر گرفتند، یا که خانه و در و تجارت را بالاتر گرفتند. بله، امروز حالت امت به نهایت در اضطراب است، در حالت ضعف است از سبب نبودن الولاء و البرا. و بله، مرجئه ها، اشعری ها، ماتریدی ها، رافضه ها، صوفی ها، مدخلی ها، جهمی ها، تمام فرقه های باطل الولاء و البرا را نمیخواهند. دین همه اینها یک دین مرجعی، دین جهمی ساخته که الولا و البرا ندارد. سبحان الله. از همین جهت مدخلی ها طاغوت ها را چی میگویند؟ ولی الامر میگویند. مرتد را که باید ضد او براءت کرده شود، اینها میگن که ولی الامر. چرا که در دین اینها الولا و البرا وجود ندارد. الولا و البرا یک چیز عادی است در دین اینها. پس کفرنا بکم، ابراهیم علیه السلام به همون قومشان گفتند که ما به شما کفر ورزیدیم. علما میگن که در همینجا تکفیر هم وجود دارد. ما شما را تکفیر میکنیم، شما مشرک هستید. باید بدونید که براءت به تکفیر وجود ندارد. براءت به تکفیر به وجود نمیاد. براءت یعنی یکی از رکنهای براءت، یکی از طلبات براءت این است که شما از کسی که براءت میکنید او را تکفیر بکنید، تکفیر مشرکین. و در دوامش میگن که وبدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء، وبدا ای ظهره، و ظاهر شد بین ما و بین شما ای مشرکان، ای کافرها، عداوت و بغضاء، دشمنی ظاهری و بغض و عداوت قلبی، ابدا ابدالابد. این دشمنی، این بغض و عداوت پایان نمییابد تا همان روزی که ایمان به الله بیارید. انا ملت ابراهیم، انا ملت حنیف، که واتبع ملت ابراهیم حنیفه، گفته امر کرد الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم به ملت ابراهیم حنیف پیرو بشو. بارک الله فیکم. این آیت هم دلالت به از اصول توحید و این چنین بگیم از اصول ایمان بودنی الولاء و البرا میکند. و این بزرگترین آیت است که من شما باید همیشه این آیت را در بولش تأمل، تفکر داشته باشیم. این آیت را از یاد بکنید، تفسیرهایش را نظر بکنید، قولهای علما را ببینید. و خصوصا امروزه طالب علم ها باید این آیت را خوب بدانند. امروزه ملاها خوب بدانند. چرا که امروز مشکلی در انمین علما و طالب علم ها است. بسیاریش از الولاء و البرا بخبر است.
البته ما یک حلقه خاصی درباره این آیت میکنیم و 10 وجه دلالت را انشاءالله ذکر میکنیم. و آیت دیگری که در مسئله الولا و البرا آمده است، الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت 51 میگه یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای آنانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را اولیای خود نگیرید. اولیا را فهمیدید که چی معنی دارد؟ اولیا یعنی دوست گرفتن اونها، یا به قلب یا به ظاهر. بعضی ها میگویند از مرجعه ها، از مدخلی ها و از دیگر فرقه های باطل که اگر به قلبتون یهود نصارا را بد ببینید، مشرک ها را بد ببینید، اما ظاهرا به اونها کمک کنید، به دین اونها، به مظاهره اونها کنید، در این حالت به شکننده اسلام واقع نمیشوید، شما کافر نمیشوید میگن. البته این سخنشون باطل است، بلکه ظاهرا کمک کردن یهود و نصارا، ظاهرا دست گرفتن یهود و نصارا، ظاهرا موافقت کردن دین اونها، یا که ظاهرا کمک کردن اونها بر ضد مسلمان ها، گرچنده که به قلب بد میبینم گوید هم، این کفر صریح است، ردی صریح است. این چه انسان ها کفر میشن. برای چی؟ برای که ببینید در آیتی که سوره ممتحنه آیت 4 پیشتر بیان کردیم، اول عداوت ذکر شد و بدا بیننا و بینکم العداوه، عداوت ظاهری مهمترین چیز است. بارک الله فیکم. پس دوست خود نگیرید یهود و نصارا را. اگر دوست گرفتید چی؟ یعنی ببینید که بعضهم اولیاء بعض، یهود و نصارا این مشرکین هم بعضش دوست بعضش است، اینها به هم دیگر دوست است. اینها به شما دوست نمی شود، شما هم اینها را دوست نگیرید، چرا که اینها دشمنان الله هستند. الولا و البرا همین است که شما الله را دوست بدارید، الولا الله را دوست بدارید، رسول الله را دوست بدارید، مؤمنین و موحدین را دوست بدارید و همه چیز را به خاطر الله دوست بدارید، همون چیزهایی را که الله دوست داشته است دوست بدارید. و همان کسانی که دشمنان الله هستند اونها را براءت کنید، دشمنان رسول الله را براءت بکنید، از دشمنان دین براءت بکنید. و همان کسانی که الله اونها را بد میبیند و براءت خود را اعلان کرده است، شما هم براءت را اعلان کنید. براءت من الله و رسوله، گفته الله اعلان کرده است، الله براءت خود را از مشرکین اعلان کرده است. پس ای موحد تو هم پیروی نما، اطاعت کن از قرآن و سنت، براءت خود را اعلان بکن. مشرکا دوستی همدیگر هستند، اونها میخواهند که تو کافر شوی. یودون لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. یهودها دوست دارند، مشرکا دوست دارند، کافرها دوست دارند، نصارا دوست دارند که میخواهند و دوست دارند که شما هم مثل اونها کافر باشید و برابر اونها باشید در کفر و شرک. اونها حسد دارند، شب و روز میکوشند تا که شما را کافر بکنند. پس و من یتولهم منکم فانهم منهم، انا منجا الله تکفیر کرده است، صریح، آشکار، واضح. الله سبحانه و تعالی موالات کننده های یهود و نصارا را، اولیا گرندگان یهود و نصارا را تکفیر کرده است. پس هر کسی که از شما ای مسلمان ها اولیای خود بگیرد آنها را، یهود، نصارا، مشرکین را، پس او هم همین مسلمانی که یهود و نصارا را اولیا گرفت، مسلمان از جمله یهود و نصارا است، یعنی کافر است. هر مسلمانی که یهود و نصارا را اولیا میگیرد، این مسلمان کافر و مرتد می شود و از جمله یهود و نصارا می شود. در این مسئله سخنهای علما بین زیاد است. پس بدانید که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، همانا که الله قوم ظالمان را هدایت نمی کند. قومی که به خودش ظلم کرده، قومی که یهود و نصارا را به خودش اولیا گرفته، به اونها موالات میکند، به اونها کمک میکند بر ضد مسلمان ها، از نقشه کشیده اونها نمیبرد، تطبیق نقشه اونها میکند، البته این کفر است. سوره مائده 51. پس شیخ خالد المرض الغامدی و اینچنین سلیمان العلوان میگن که پس تأمل نما
در زیر این آیت که چگونه الله سبحانه و تعالی حکم کرده است کسانی را که تولی کفار میکنند، موالات نسبت کفار میکنند، چگونه حکم کرده است؟ حکم الله همین است که این مسلمان هم از جمله همون ها است، کافر است، یعنی حکم به کفر کرده است. پس مسلمانی که یهود و نصارا را موالات خود میگیرد فهو کافر مثلهم بصریح الآیه، این مسلمان هم کافر مثل یهود و نصارا است به صریح آیت. پس ببینید به خاطر موالات گرفتنی کفار کافر شد. ابن حزم در زیر همین آیه میگویند در کتاب المحلى مجله 12 صفحه 33 میگویند و من یتولهم منکم فانه منهم. پس هر کسی که از مسلمان ها، هر مسلمانی که تولی بگویم یعنی موالات کند، تولا کند یا که موالات کند، به دوستی گیرد یهود و نصارا را، مشرکین را، پس این مسلمان از جمله همون است. ابن حزم میگن که انما هو على ظاهره بانه کافر من جمله الكفار فقط و هذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. همانا که این آیت را به ظاهرش میگیریم، ظاهرش همین است که البته که این مسلمانی که موالات به کفار کرد، کفار را دوست خود قرار گرفت، این کافر است، از جمله همون کفار است و این حقیقت هست و این سخن حق است که دو نفر از مسلمان در بالای این آیت اختلاف نمیکنند، یعنی یگان کس از مسلمان ها در فهم این آیت اختلاف نکردند، همه همین سخن را میگن. بارك الله فيكم. الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله علامه أهل السنة والجماعة در عصر 20 در کتاب اضواء البیان، در تفسیر اضواء البیان مجله اول صفحه 413 میگن که يفهم من ظواهر الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. از ظاهر آیات هایی که در مسئله الولا و البرا آمده است ما میفهمیم که یعنی فهمیده می شود از ظاهر آیات هایی که در مسئله الولا و البرا آمده است هر کسی که تولای کفار کند، یعنی موالات گیرد کفار را، قصداً، اختیاراً، رغبتاً، فهمیده رغبت کند نسبت منها، همانا که این انسان کافر است مثلی خود هم کفر. آلوسی یکی از علمای معروفی تفسیر حنفی در کتاب روح المعانی، یعنی تفسیری روح المعانی، میگن که کافر مثلهم حقیقه، هر مسلمانی که موالات میگیرد یهود نصارا مشرکین را مثل همونها حقیقتا کفر میشود. ببینید روح المعانی. یا که ابن تیمیه در کتاب یا که در سخنی که در باب حدیث التشبه سخن کردگان میگن که ظاهره یقتضی کفر التشبه، کفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى وما يتولون منكم فإنه منهم، در کتاب الاقتضاء الصراط المستقیم مجله اول صفحه 38. یعنی ظاهری، یعنی ظاهرش طلب میکند که ظاهر این آیت طلب میکند یا ظاهری کسی که خودش رو به کفر تشبیه میده طلب میکند کفری متشبه رو، یعنی کسی که به کفر خودش رو تشبیه میده، چه که این آیت دلالت میکند. پس بارک الله فیکم، این منهج اهل سنت والجماعت است که آیات ها رو به فهم سلف میفهمند، آیات ها رو به فهم علما میفهمند، نه از پیش خودشون. سبحان الله. و این چنین این آیتی که در اینجا گفته شد سوره مائده آیت 51، ما در این باب بینواد سخن زیاده کردگی هستیم در مسئله کشف شبهات اهل بدعت، در مسئله حکمی بغیر ما انزل الله در حلقه های زیاد صحبت کردیم و یکی از آیات های زیاد آشکار و واضحی که با این جهمی ها رد میزند و کافر بودنی این حکمانی بغیر ما انزل الله را بیان میکنه سوره مائده از آیت 41 تا 50-55 است. و یکی از یعنی لطائف این آیت سوره مائده 51 این است که این آیت یعنی اگر به سیاق آیات ها نگریم، به سیاق آیات یعنی پیش و عقب این آیات ها نظر کنیم،
در سیاقش به شرک حکم و احکام ردة و نفاق ذکر شده است. در سیاق شرک حکم، در سیاق احکام ردة و نفاق آمده است. یعنی بعد از این آیت الله تحذیر کرده است، ما رو بیم داشته است از ردة، از موالات کفار، از مقابل شدن به مرتدین، آنهایی که یعنی موالات به کفار کردند. سبحان الله. پس این آیت به ما بیان میکند که حکم کفار را تطبیق کردن، حکم کفار را اراده کردن، برای تطبیق حکم کفار ساخته رفتن، همین هم موالات است. از همین جهت یکی از موالات های بزرگ را علما چی میگند؟ یعنی یکی از موالات های بزرگی که نسبت کفار کرده میشد، آدم را به کفر اکبر میبرد، تطبیق کردن حکم ساخته کفار. حکم قرآن و سنت را به یک طرف گذاشتن، حکم کفار را تطبیق کردن. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر سوره آل عمران آیه 28 میگوید: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنها هیچگاه مؤمنها کافرها را اولیا نمیگیرند بجز مؤمنین. یعنی مؤمنها همون کسانی هستند که مؤمنها را دوست خود و اولیای خود میگیرند. مؤمنها به دوستی خود کافرها را نمیگیرند بجز مؤمنین. یعنی مؤمن را به یک طرف گذاشته کافر را دوست نمیگیرند، یا که هم مؤمن و هم کافر را دوست نمیگیرند. این صفت مؤمن نیست، این چنین مؤمن وجود ندارد. و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء. پس هر کسی که همچنین عمل را انجام بدهد، یعنی کفار را اولیا، کافرها را اولیا بگیرد، مؤمنها را ترک بکند، سبحان الله، فلیس من الله فی شیء. انا من کلمه، انا من جمله، یعنی براءت الله از این نمود انسان ها کرده است. یعنی الله این چنین انسان ها را دوست نمی دارد، الله این چنین انسان ها را به رحمت خود نمی گیرد، الله براءت خود را اعلام میکند. پس تأمل کنید چگونه الله سبحانه و تعالی بنده هایش را، مؤمنان را نهی کرده است در این آیت از دوست گرفتن کفار، اولیا گرفتن کفار. و جزایش را چی گفته است؟ هر کسی که کفار را اولیای خود میگیرد جزاش چی است؟ فلیس من الله فی شیء. یعنی انجام دهنده این کفر، انجام دهنده الولا، موالات کفار، خارج می شود از ولایت الله. فلیس من الله فی شیء، همین که الله این چنین انسان ها را در ولایت خود، در دوستی خود قرار نمیدهد. اینها دشمنان الله، اینها کسانی هستند که الله اینها را براءت کرده است، از ولایتش، از دوستیش خارج میکند و داخل بر ردة میکند، والعیاذ بالله. الا ان تتقوا منهم تقا. این آیت ان شاء الله ما یعنی بیان میکنیم. معنای الا ان تتقوا منهم تقا همین است که بجز در حالت هایی که شما از اونها بترسید. معناش چی است؟ یعنی شما در زیر سلطنت کفار زندگی کنید، در زیر یک دولت کفری حربی، یک طاغوتی زندگی کنید و شما براءت را آشکار کرده نتوانید. اگر براءت کنید شما را به قتل رسانند، در این حالت از سبب ترس شما ظاهرتان را کمی به مانند همونها کنید. مقصد به اونها موافق نمیشوید، اونها را دوست اختیار نمیکنید، اونها شما بغض عداوت نسبت کفار دارید، دشمنی این طاغوت دارید، اما عملی ظاهری را، یعنی شما ظاهرا دشمنی را آشکار نمیکنید و کمی پنهان میکنید خودتون را، اما دوست نمیدارید. بعضی از اهل بدعت همین قسم آیت رو آورده به شما الا ان تتقوا منهم تقا، میگن که یعنی از طاغوت هایی که اگر ترسید نسبت اونها موالات کردن جایز است. میگن اعوذ بالله، موالات کردن به کفر همیشه کفر اکبر است. اما اگر شما در یک جایی باشید که ترسید شما را به قتل گرفتار کنند و نتوانید که
یعنی براءت را آشکار کنید، در این حالت عملا براءت عملی را که یعنی ظاهرا سخن کردن ضد اونها، نابود کردن اونها است، پنهان میکنید، اما به قلب بغض عداوت دارید و از اونجا هجرت میکنید حرکت کرده. بارک الله فیکم. و این آیت هم آشکار بیان کرده شده است که کسی که موالات میگیرد به کفر، اولیای کفر میگیرد و موالات مسلمان ها را ترک میکرد، کافر است. سبحان الله. از همین جهت ما باید نسبت مؤمنین و موحدین موالات داشته باشیم و نسبت کفر براءت داشته باشیم. بدانید که موالات به براءت این صحیح نمی شود. حتما باید مسلمان ها را دوست بدارید. به همین کافی است؟ نه، کافی نیست. باید کفر را بد ببینید و دشمنی بکنید. این دین است. دین الله فرستاده همین است. شما میخواهید نمیخواهید، وزنین است نیست، بعد از این کاری شما است و کاری یعنی هر یک بنده خودش هست که به جنت رفتن میخواهد، به رضایت الله رفتن میخواهد، مسلمان حقیقی شدن میخواهد. مرحمت، دین الله همین است. الله سبحانه و تعالی در سوره النساء آیه 144 میگوید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. ای آنانی که ایمان آوردید، کافرها را اولیای خود به جز مؤمنین نگیرید. من دون المؤمنین، به غیر مؤمنین کافرها را اولیای خود نگیرید. یعنی موالات کافرها را انجام داده و موالات مؤمنین را انجام ناداد نکنید. شما همچنین نباشید که با کافرها دوستی بکنید و با مؤمنها دوستی نداشته باشید. امروز نظر بکنید حالت امت اسلام را، حالت این حکومت‌های عربیه که خودشون را مسلمانی میگن، مثلا حکومت سعودی، حکومت امارات، حکومت مصر، حکومت خلیجی ها، دیگه حکومت‌هایی که مثلا حکومت افغانستان یا حکومت پاکستان، اینا همش خودش اسلامی میگن. آیا اینها به همین شکننده غلطید؟ به همین شکننده واقع شد یا نشد؟ بله واقع شد. همه این دولت‌ها دولت‌های ریده هست از جانب الولا و البرا، برای اینکه اینها عیناً به همین آیات‌هایی که حالا گفته شده واقع شد. اینها کفار را موالات کردند، تولی کردند، یعنی دوست خود قرار دادند و مؤمن و موحدین را ترک کردند. ترمه‌های اینها پر از مؤمنین و موحدین است. لشکرهای اینها فقط به خاطر کشتن مؤمنین و موحدین تأسیس داده شده است. قسم به الله، اگر از روزی که همین لشکرهای دولت‌های ردت تأسیس داده شد، ببینید که چیکار کرد. یک بار به یهودی‌ها جنگ دروغین کردند. یهودی‌ها یک دولتچه میده، یک عدد کم، تمام دولت عربی را سبحان الله حتی قریب از جزیره هم اینها را گریزوند. از همین جهت اینها لشکران یهود هستند. امروز هم همین دولت یهودی که در فلسطین آمده است و غصب کرده است، این یهود، این غاصبان، این بدبختان مشرکان را، الله غضب کردگان را ببینید. از یک جانبش، از جانب چپش در خریطه اگر نظر کنید، مصر، جیش مصر حمایت این یهود، دولت یهود میکند. از طرف راستش جیش یوردانیا، دولت یوردانیا حمایت میکند. از طرف بحر میبینید که دولت ترکیه حمایت میکند. از طرف پایانش میبینید که سعودی حمایت میکند. از یک طرف این بگیم حزب الله، حسن نصر الله حمایت میکند. این دولتی که یهودی‌ها در فلسطین ساخته است، از همه جانبش فقط همین دولت‌هایی که به نام مسلمان است، دولت‌های مرتدی حمایت میکند. یگان نفر از مجاهد را اونجا داخل شده نمیماند، یک تیر به طرف اونها رفته نمیماند کی به نام مسلمان ها. البته اینها کفار و مشرکین یهود و نصارا را موالات کردند، اولیای خود قرار دادند و مسلمان ها را، مؤمنین و موحدینی که تطبیق شریعت الله را میخواهند، موحدین حقیقی هستند، اونها را دشمن خود اعلام کردند. از همین جهت مؤمن ها، موحد ها همیشه در درون سیج هستند، سیجن هستند، یا که اونها کشته میشن. مثلا شیخ حمد الحمید، شیخ عبدالعزیز الطویلعی، اینها علامه های اهل سنت در جماعت. مثلا شیخ حمد الحمید، علامه حافظ، سال 2016 حکومت سعودی قتل کرد، گردن شیخ را زدند، تقبله الله، الله قبولشون کند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شیخ همین سخن را بیان کرد، مسئله الولا و البرا را سخن کرد.
چندین سال در ترمه با یک چند موحدین 40-50 نفر موحدین قتل کردند. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، دلالت میکند که امروز حالت امت اسلام بین در حالتی سبحان الله ضعیفی قرار دارد و امروز مسلمان ها از این عبادت، از این عملی که از توحید الوهیت است که کسی ترک میکنه توحید الوهیتش میشکند، مشرک در توحید الوهیت، کافر در توحید الوهیت میشود، بیخبرند. بارک الله فیکم. پس نظر بکنید اینچنین به سوره مائده آیه 52 که الله سبحانه و تعالی میگوید فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. میبینی اونهایی که در قلبشون مرضی وجود دارد، مرض، کسلی وجود دارد، نفاق وجود دارد، یعنی اونهایی که در قلبشون مرضی وجود دارد، نفاق وجود دارد، چیکار میکردند؟ یسارعون فیهم، بسوی مشرکین، بسوی یهود و نصارا، بسوی طاغوت‌ها، بسوی مرتدین میشتافتند. کسایی که موالات میکنند به یهود و نصارا، به مشرکین، به طاغوت‌ها، به مرتدها، اینها منافقا هستند. خودی الله گفته است مرض فیهم یقولون نخشى ان تصيبنا دائره. چی میگفتند؟ ما میترسیم که به ما یک ضرری برسد. فعسى الله یأتی بالفتح او امر من عندي فیصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمین. یعنی اونها صفت منافقان چگونه صفت است؟ یعنی میگن که ما همراهی هم مسلمان هستیم، هم همراهی مشرکین هستیم، ما میترسیم که بناگاه مشرکین غلبه کند، بعد ما چیکار میکنیم؟ از همین جهت همراه مشرکین میشن. علما میگن تمام مفسرها، تمام امامهای مفسرین اتفاق کردند که الا انها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الاسلام وفي قلبه مرض. این آیت نازل شده است به سبب قومی، در حق قومی که کسانی بودند که اسلام را ظاهر کرده بودند اما در قلبشان مرض داشتند، یعنی نفاق داشتند. چگونه انسان ها بودند؟ ترسیدند که از اهل اسلام شکست میخورند و اینها هم همراه اهل اسلام شکست میخورند. از همین جهت رفتند و با کفار موالات کردند. به خاطر ترس، از ترس این کار رو کردند. گفتند که ای یهود، نصارا، ای مشرکین، ای کسی نباشید، ما با شما هستیم. بناگاه شما مسلمان ها رو زدید و شکستید، فهمید که ما همراه شما هستیم. ترسیدند، از عذاب ترسیدند. اعتقادا نبود. شما در همینجا سخت دقت بدید که کفر اینها کفر اعتقادی نیست. اینها اعتقادا بارک الله فیکم مسلمان بودند، اعتقادا محمد صلی الله علیه و سلم را مسلمان، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را رسول میشمانیدند، اما بارک الله فیکم عملا از سبب ترس کفار مشرکین را موالات گرفتند. از سبب ترس کفار مشرکین را موالات گرفتند، ترسیدند. یعنی اینها میگفتند که یهود و نصارا اینها دینشون باطل است، مشرکین دینشون باطل است، دین محمد صلی الله علیه و سلم صحیح است، درست است، اما گفتند که اگر یهود نصارا غلبه کند ما چی میشیم؟ دنیامون ویران میشد، خانه و درمون ویران میشد. از ترس همین خیل کردند. سبب نزولش رو بعضی از علمای مفسرین میگن که ان عبادة بن صامت رضی الله عنه قال یا رسول الله ان لی موال من اليهود واني ابرأ الى الله من ولاية يهود. فقال عبد الله بن ابي بن سلول لكني رجل اخاف الدوائر ولا ابرأ من ولاية يهود. فنزلت الايه. سبب نزول آیات چیست؟ سبب نزول آیات برای فهمیدن معنای آیات به ما کمک میکند. سبب نزول آیات همین است که عبادة بن صامت رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ای رسول الله، همانو که من یک دوست دارم، موالی دارم از یهود و من البته که ابرأ الی الله، براءت میکنم به سوی الله از دوست گرفتن یهود، از یهود براءت خود را اعلام میکنم، به الله براءت خود را از یهود اعلام میکنم. وقتی که سخن را گفتند، عبدالله ابن ابی ابن سلول باشد چی گفت؟ اما من گفت، لیکن من گفت یک مردی هستم که میترسم از دوائر، یعنی بناگاه یهود و نصارا یا مشرکین غلبه کند، من از همین میترسم. گفت از مشرکین قریش. از همین جهت گفت لا ابرأ من ولایت یهود، من از ولایت
از دوست گرفتن یهود براءت اعلان نمیکنن. گفت از همین جهت بارک الله فیکم این آیات نازل شد. پس ببینید همون عبدالله ابن ابی ابن سلول را چرا منافق میگن؟ منافق اعتقادی. حتی فرزند عبدالله ابن ابی ابن سلول براءت خود را از همین پدرش اعلان کرد. چرا تا امروز این انسان عبدالله ابن ابی ابن سلول یعنی این همچون رأس منافقین ذکر کرده می شود؟ سببش چیست؟ سببش چیست که الله اینها را فی الدرک الاسفل من النار گفت، در چقورترین پایانترین درجه جهنم گفت؟ برای اینکه اینها براءت را انجام ندادند، براءت را ترک کردند، برای اینکه اینها موالات با هم یهودی که در مدینه بود، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظ، عبدالله ابن ابی هم به اونها موالات کرد، هم به مشرکینی که در قریش بود به اونها موالات کرد. از سبب همین تا امروز ما اینا چی میگیم؟ منافق است میگیم، منافقی اکبر. پس بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و در حلقه های آینده باقی مانده از آیات ها را به شما بیان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.